سلام، خیلی خوش اومدید به پارت سوم اسکیجول وان. بدون هیچ معطلی سریع بریم این پارت رو شروع کنیم و بذار من اول برم قفسه بخرم بعد اون رو بیارم. اوه الان یه دیلر داریم، یه سوپ دایر جدیدم داریم. فکر کنم بنجی دیلر میتونست باشه. اما باید فرندی باشم باشه. میگه که کاستومرز. تو قفسه داری؟ من؟ آره قفسه هم خریدم. اتاقمون هم این بالا زده اینجاست. بله که بیا پکیج این خانومه ای بابا اینه. آره به عجب اتاق. بذار بردارم دیگه. پکینگ سیشن رو به زحمت میاری داداش؟ من همه چی رو برداشتم به جز این وسایل اینترو میخوام فقط بردار. ای بابا این چرا اینقدر گرون بود؟ چی؟ من فکرم جا بیشتر داره. رفت تو پاچمون. این خونه؟ نه یه ببینید قفسه خریدم 250 دلار رفت تو پاچم. اسکلی 2 تا یعنی 250 تا خریدم. آفرین دمتون. با بذار بپرم اونورم. مرسی داشت. فکر کنم خونه بعد طبقه بالا باشه. بله من رفتم دیدم. تلویزیون و بد و همه البته بدو نیار. تلویزیون رو نیاوردم. تلویزیون هم نیار. به در نمیخوره. سلداشگاه هم نمیخوره. دیگه تموم شد. داش بیا اینجا قرار بکنیم. چه میکنی؟ اینجا گوشی؟ آره فرمت. خب کو استورج داشت بد رفته تو باچمون. این تازه اسماره داشت. نه اینو نخریدم. کاش اینو خریده بودم. داشت یکی چرش که دیل نمیده. یکی دیلی بده. شاید لیست نکردی. چک کن. راست میگی یا گوشی چجوری بود؟ آها این بود. پروداکت. آها بیا الان 456 داشت. چرا؟ چی؟ لیست کرده 456 تا. 45 اومده 6 تا گذاشته 400. من نشه 45 تا. نه من عوضش کردم. بود 456 تا. دستت امان از دست. آره دستم امان از دست. سعی کردم عوضش هم کنم تو رکورد. واسه اینم خب من ببین الان مثلا کودو میذارم اینجا. از این کودو اوکی دون داریم؟ آیا دونه داریم بخوایم؟ دونه داریم ولی فعلا الان خیلی چیزی داریم. الان نیازی به اوکی من بذار پول آقای او 4 تایی که میخواد واسه من اول 250 تا باید بردارم به داده واسه اینم یادش آقای نلسون الان با حرف میزنم همونجا. ببین این دوتا که اینجا باشه. اوکی حله کچشو گرفت. آره پول داری؟ الان میتونه سوپلای بگیره. الان میخوایم چی بگیره؟ پول چی دارم؟ پول داری پول $10. نه البته 200 دلار هم کارمو را میندازه. دو تا چیز جدید گرفتم. لیت نه اوکی گرفتم 6 تا برای یه دیل. وای خیلی الان 13 خیلی الان داریم. بدبخته خیلی بدبخت. نمیتونی لون بگیری یعنی چی میگن؟ قرض وام آفر. نه وام جای خوبی داری و وسایل خوبی هم داری میسازی. بعد داری یه جمعیتی میسازی که برات ازت چیزی میخوام. نه یکی پیام داد گفت چیزی ازت میخوام بگیرم. باشم گفتش پول خوبی هم اگر در بیاری ولی یکی میخواد کمکت که منیج کنه کاستومر تو. بعد یه آدمی پیدا کنی که برامون دیل کنه. برامون اسمش هم بنجی در خونه هتله. بیا بریم باش صحبت کنیم. تو برو من دارم تو پخت بعد برم با پیگی با لادویک صحبت کنم. تو کیم اصلا نمیدونم. خب لادویک یه آدمه این پیتزا فروشی هست بکنم. یه بار فروخ همونی که انداختمش دریا. چه بدبخت کریان زنده داشت. ای بابا نه لادویک نه خابیر هم نه
اوکی این 4 تا میخوای بیا 6 تا برای 270 تا عجب مرسی بازم 6 تا چه بجه میدم 350 چرا هر چی میگم قبول میکن 6 تا 18 رادی 18 تا میخوای من 20 تا دارم فعلا برای دیالا اوزا چی بودوش؟ آقا یه سال این کودها به چه دردی میخوره؟ ببین یکیش که اسپی داره یکی چیه؟ فرتلایزر به درد نمیخوره فرتلایزر میگه من شنیدم اصلا میگم به درد نمیخوره میگه که کوالیتیشو بالا میبره اتفاقا به درد میخوره نه ولی اول بازی همه استاندارداشون لوه خب براشون ما از مهم نیست اول نه خب ما از اول بالا میدیم ما گنگ اون بالا فکر کنم اونا براشون مهمه نه بالاخره در کن این چیه؟ خودش داری الکی پولتو به چاخ میدی پول مونو پیگی مایرز کو اگه اینو بدم اینجا چی میشه؟ اوه از زندگی سقط میشه چه جالبه کو پیگی مایرز کجاست؟ زاید این بالا نزده کجاست نه اینم میگه که آقای پیگی بله لادویک که نذاش نماش کاری صحبتی اینو فعلا بکاریم من برم یکم راه برم یکم بفروشم سلام آقای خانومه خانوم به کی باید بدم جویس اوکی بگی نه اسکیت بورد هم نگیره 136 $75 کلا ما 46 تا داریم کاستومر جدید داریم بذار میکنم ایش تا 115 تا من الان 20 تا جور کردم 20 تا که تو اینونتوریمه بگی باش بگی بهتر گرم البته الان بعضیش میفروشم میخوام یک شانس 23% برم ای جدی قبول کرد یه دونه رو فروختم 186 تا آقا نمیخوای؟ میتونی بازم چیز نیست داریم فکر یه بده فیلیستم من کاشتم حالا به درد اوه حله خیلی عالی دوریس همین کاستومر ما شد سلام آرادین برای من چیز نگم داشتی دوباره خریدی که چقدر شانس داریم نه بادی سرچ میخواد بکنه اسکیت فکر می‌کنی ارزشش داره یا نه؟ آندرسس شدم وانتد شدم وای رادی فکر کن اسکیت بورد ارزشش داره یا نه؟ $75 آره $75 من 300 تا دارم حله برو با 75 کش میخواد پول نقد کلا 75 75 شاشو بگیری یا نه دیگه گرونتر بگیری جورج سلام من میرم پیش آقای بنجی پلیس یه دونه چیپ 250 تایی رو نگیرم؟ نه پول نداریم آرا دیگه وای مرتی که نه نگیر جون مادرت منو نگیر وای خیلی چیزی داشتم گرفته؟ بله حدود بگم برات 70 نه 50 تا شکلات داشتم باتی دیگه همچنین باش من یه بارم سه پلیس نگرفته واسه یه ده دارم بذار برم در همه خونه ها رو بزنم بگم آقا بخوای چیز بخرید خونه نیستن الان البته تو کی؟ یه بده چیز برم اینجا بودم داشت کجایی همسایه من ما بعدی فکرم باید خونه بخریم نه؟ نه باید بودم باید اینقدر پیشرفت کنیم بیزینس باید برم با آقای بنجی کلمن صحبت برو با آقای بنجی کلمن صحبت کن دوتا میخوای؟ رادی میتونی برام کوچو چیز آماده کن چون خیلی دیل داریم آره من دارم همین کاره ناتکانه هست نه 4 تا میخوای بیا 6 تا بگیر برای 215 میدونستی که آدامس که هم گفتیم بازی ها قراره بخرم
آره اگر نمیدونین آدامسی کیه معلم ما خیلی معلم باحاله. ببین خیلی بد چیز میکنی. اگر کامنت های این ویدیو به 50 تا برسه آدامسیکا میگیم که من اینجوری تبلیغ کنی برادر. معلم یوتیوبر علی رشد کرد. آجا این بیلولک برقی ها هم میتونم بخرم الان پولش نیست. نه با 150 تا تو حسابمونه فکر کنی 150 تا میتونیم چیزی بخریم. برق نداره؟ واه برق داره. سلام بنجی 500 تا میخواد. خب واسه اینم سلام دانا یه چیزی بفروشم به دانا. یه دونه مونده. بفروشم به دانا. ای بابا آقا خانم دونا دونا دیگه کجاش مونده؟ بسا خب کیسه نداریم. ای وای کیسه نداریم. پیک پاکت وای تا شب نشده من برم کیسه بخرم. وای داره زنگ میزنه. کی داره زنگ میزنه؟ پلیس من کاری کردم کارم اشتباه بود. اوکی فهمیدم. او پلیس داره من میبینه. الان پلیس ما رو دید. کم کیسه بخریم. چی داری میگیری؟ کیسه گرفتم. چه به موقع رسیدم آجی. ما چرا نمیشه از اینا بدزدیم؟ خواستم بدزدم. من هرچی سریعتر 500 تا جود کنیم بنجیه بدیم بره هر کاری میخواد بکنم. حل دارم من فعلا پک میکنم. واسه من برم تا موقع لیوان آب بیارم و ادامه این برو تا من کارم. خب این تا اینجا که پک شد این 20 اگه پک نکنیم اینا خراب میشه به زودی. بنابراین باید سریع پک کنیم. خب اینا هم پک شد. او کیسه تموم شد. بیا یه نفر پیام داده که یه دیل جدید میخواد ببنده. الان قبولش میکنم. اگر البته اینو تموم بشه که حوصله سربرترین کار جهان. اوکی این کیسه ها رو هم بذاریم اینجا. اسکیت بوردم هم بذارم اینجا. خب کی پیام داد؟ خب تو چی میگی؟ 2 تا میخوام 85 تا قیمت منصفانش هم بنده. بیا هم بهت 5 تا بدم باز 205 تا. ای بابا رو پاک کنیم. خب 3 ساعت دیگه شروع میشه. بذار آشغالا رو هم ببریم. اون وسط خیابون وایساده الان پلیس میاد. خب آقا سخت چیزی میخواد؟ ای بابا کسی هست؟ من خیلی دیگه بالا جنگ چقدر پول داری؟ 10 ای بابا چقدر بدبختی. من نمیدونم. بیا داشت بیا با حال ببرنم خیلی عمالی واسه سلام تو کی؟ من واسه من یک چیز صدام بده. واسه قطع کنم دوره. اینجا هم باید یک نفر باشه که نیست. اینجا هم باید یک نفر باشه که تو چی میگی؟ 100% برادر. من فهم منتظر تو بودم. عجب
چیز چرب چیده بستم. تو چی میگی؟ بیا. الان اوکیه؟ صدا همه چی اوکی؟ بله. تو چی میگی؟ من یه دونه بله آقای بنجی ادامه نمیدیم. ادامه میگه $500 بده.